توپ مرواری نوشته صادق هدایت. فایل 11. AvageBook.wordpress.com. حاجیه خانم به روز عید اضحی وارد شهر گوا شد و قتل عام حسابی از گاو و گوسفند جلوی قدوم مبارکش کردند تا طلعت روح افزا به مردم نمود و تخت خانی و سریر کامرانی را به خانخانی وجود میکروب‌آلوده خود که موشح بود به نقرس و غنباد و کرمکدو و شاشبند و آتشک و ابنه سواره و بودبود پیاده و آکله شتوری و شانکر و ترپونم و استافیلوکوک و گونوکوک زیب و زینت در افزوده و فرمانی صادر نمود که تمامی هرزگی پرستا مسلمان شده به اظهار شعار شرع شریف پردازند و آداب و عنعنات صدر اسلام را پیرایه خیش سازند و هر کس از انقیاد ارکان دین قویم سر بپیچد سرش را به ضرب عمود نابود سازند، مگر آنکه به موجب آیین و قوانین شریعت جزیه بپردازند و کسی که جزیه بیش دهد میتواند در امن و امان بیشتری زیسته و بر سیبیل اسلام نقاره بنوازد. هرچند این ضعیفه جدیدالاسلام خواست نطق قرایی در متن تغییر مسلک و روش خود بکند، اما به علت باد سفلیس صدایش کروکیپ گرفته بود، لذا فقط توانست پای فرمان ملوکانه را که مالک هشتر برایش نوشته بود به صحه ملوکانه موشح فرماید. همین که به راهنمایی غلام سفارتکارش گرفت، جمعی دنبریده و پاچه ورمالیده دورش را گرفتند و مشغول رجزخوانی شدند و دمش را در بشقاب گذاشتند. ضعیف هم از گناهان سابق خود غفران طلبید و مخالف سرسخت الفبای لاتینی شد و فرمود لاتینیات را در کشور خوشقدم آباد از بیخ و بن براندازند و رسالات مربوط به آداب مبال رفتن و فقه و اصول را به الفبای عربی بگردانند. در این صورت ما هم بی اندازه متاسفیم که در این تاریخچه چند لغت خارجی به طور غلط انداز استعمال کردیم و از صمیم قلب استغفار میکنیم و به جای ویسرامین و الفیه و شلفیه و کاماسوترا کتاب سیره عنتر و سرود چو خوش قدم باجی نباشد تن من مباد و شرعیات و فقهیات به اطفال نابالغ در دبستانها بیاموزند. همچنین دستور داد در همه دانستنی ها را بستند، پرده های نقاشی را جر دادند، مجسمه ها را شکستند، آلات موسیقی را سوزانیدند و کتاب ها را در آتش انداختند و کاخ ها و کوشک‌ها و قصرها و باغ های عمومی و میکده و دانشکده و آتشکده و معابد هرزگی پرستی و کلیساهایی که جزیه نمیدادند با خاک یکسان کردند و به جایش مسجد و تکیه و امامزاده و حسینیه و منار و قاپوق و پاتوق و شیرکشخانه و واجبی کشخانه ساختند. متخصصان اذان و مناجات و آخوندهای گردن کلفت خواب و خوراک را به مردم حرام کردند و بریز در رادیو با ار و تیز و چسناله عربی و روزه مردم رو دعوت به مرده پرستی و روزه و گذشت از دنیا و گریه و غسل در آب روان می کردند و از فشار قبر و روز 50,000 سال می ترسانیدند و به شهوترانی ها و شکمچرانی های بهشت وعده و وعید می دادند. ضمناً باید متذکر شد که خوشقدم باجی خیرات و مبرات زیادی هم کرد، از جمله داد سر راه امامزاده ها بیت الخلا و آب انبار و کاروانسرا ساختند و جویهایی برای رفع قضای حاجت به عنوان کنار آب در اطراف آنها تعبیه کردند و مخارجش را از بلیت لاتاری سازمان اشتباهی خوشقدم آباد تأمین نمودند.
ملاباجی ها در مکتبخانه های شنگول و منگول مسائل مهمی راجع به شک میان 2 و 3 و استحاضه کثیره و متوسطه و قلیله و مبتلات روزه و وطی و مقاربت و ادخال حشف به قبل و دبر و ریزکاری های زبان دلنازک عربی مطرح می کردند و به هندوها حقنه می نمودند و در منافع تعدد زوجات و تقیه و محلل و خواص تربت اصل داد سخن می دادند. شیخ پشمالدین کتابی در نجاسات تألیف کرد که حاوی 1500 مسئله در باب آداب خلع رفتن و کونشویی و خواص آب کر و آب مضاف و جلو گذاشتن پای چپ هنگام ورود به محل تخلیه بود. خوشقدم باجی که دید زمینه برای خر کردن مردم فراهم است، دست از قنداق در آورد و دستور داد جای مامیران و زعفران و ترنجبین و گزنجبین و شیرخشت و فلوس و هل و نوفل و آنفوزه سر تا سر ممالک خوشقدم آباد رو تریاک ناب کاشتند و به دستور غلام سفارت تریاک های زرین عالی و مواد مخدره رو میان پیروان خود به رایگان پخش میکرد و برای تبلیغ آن حتی دستور داد که در ماه مبارک رمضان موقع اذان سحر به مردم توصیه میکردند که آب است و تریاک. مردم سادلو هم گمان میکردند که در موقع سحر تریاک بخورند از زجر گرسنگی آنها کاسته میشود. مالک 8 درهم ساقی مخصوص خوشقدم باجی شده بود و بستای عالی میچسبانید و به دهنش میگذاشت. خلاصه بازار دعانویس و جنگیر و شاه حسینی و جیگرکی و محلل رونقی به سزا گرفت. متخصصین روزه و گریه تمام لذت‌های این دنیا رو حواله به دنیای دیگر می‌کردند و مردم رو وادار به زوزه و روزه و گریه و چسناله می‌نمودند و خودشون دائما در عیش و نوش مشغول اندوختن مال و منال بودند و می‌خواندند گریه بر هر درد بی درمان دواست. مردم به اندازه‌ای گریه رو شده بودند که اشکشان دم مشکشان بود. حتی مؤمنین 2 آتیشه شیشه اشکدان داشتند و اشکی که در مجلس روزخوانی برای اولاد علی می‌ریختند در آن جمع می‌کردند و بعد از مرگ این شیشه ها رو توی قبرشون می‌ذاشتند تا در روز 50,000 سال کار عمل و اکره آن دنیا رو آسان بکنند و ثابت نمایند که روی زمین برای اولاد علی دلشان سوخته و چشمشان حیث شده است. بعد هم به خونخواهی سگ دوست مردالینوس که پای ابن قطیفه رو گرفته بود سگها را به باد کتک گرفتند و خونشان را مباح کردند. تنها جانور عزیز دردانه شپش شد که به او لقب منیجه خانم داده بودند و هر کس نداشت او رو مسلمون نمیدونستند و در روز عید قربان در خانه خدا به خونبهای هر شپش یک گوسفند قربانی میکردند. توپ از چشم خوشقدم باجی افتاد. به همین جهت داد موقوفاتش رو ضبط کردند و برای عذاب عرب اختصاص دادند. روز جشن کشف توپ و جشن نصب توپ در هرمز و چهارشنبه سوری و جشن ناقوس بستن به گردن توپ قدغن شد و مبدل به روز عزا برای شهادت آلبغروق سوم و روز آوردن لاشش به گوا گردید. همچنین که تعزیه‌اش رو توی میدانها در می آوردند و همه مؤمنین مجبور بودند که به زیارت مزارش بروند. از آنجا که خزانه دولت صرف زیارت اماکن مقدسه و سهم امام و پر کردن بیت المال مسلمین شده بود، فکر بکری به خاطر خوشقدم باجی خطور کرد. نقشه اقتصادی وسیعی کشید و با ممالک اسلامی همجوار روابط اقتصادی مهمی برقرار کرد، به طوری که هر سال صدها خروار چوسفیل و پشکل ماچه الاغ به ملک یمن صادر می‌کرد
و به جایش تربت اصل و پشگل شتر وارد می‌نمود. همچنین برای افتتاح باب تجارت و تقویت بیضه اسلام قانون گردانید که هر کس 7 دختر دارد باید یکی از آنها را مفت و مجانی به یک سید عرب تقدیم کند و دختران هندی و عراقی را به عنوان صادرات به بلاد عربستان می‌فرستاد تا به وسیله ازدیاد نفوس مانع تجاوز کفار بشود. خلاصه اونقدر انعنات اسلامی کردند که خوشقدم آباد صحرای کربلا شد. چنان گریه و شیون و شاخ حسینی و روزخانی و سینه زنی و قربانی و عزاداری و زوزه در گرفت که عرش و فرش به لرزه در آمد و گند و کثافت از سر و روی مردم بالا می رفت. تمام هستی مردم دستخوش پایین تنه یک جوال تخم و ترکه آلبغرق سوم و یک مشت آخوند گردن کلفت شده بود. از این رو اختلال تمام به احوال ملک و مال راه یافت و جمعی کثیر از رعیت‌های او با پرداخت خراج دوباره به مذهب لینکن گرویدند و پناه به توپ بردند. چون این خبر به سمع شریف صاحب قران گیتی گشای حضرت مهارج کاپوتوالا رسید، ظلم و بیدادی که بر اهل هرزگی پرستان رفته بود بر خاطرش گران آمد و رأی علما را بر آن قرار گرفت که فتنه حاجی خانم خوشقدم باجی را بخواباند. چون خوشقدم باجی یک دنده کم داشت، هوا ورش داشت، دلاک زبردستی نزد مهارجه گسیل داشت که به موجب آیه شریفه و ان نکثوا ایمانهم من بعده او را ابتدا دعوت به اسلام کند و بعد ختنه بنماید. مهارجه از علاقه‌ای که به هرزگی خود داشت وحشت کرد و فوراً علم طغیان برافراشت و التیماتومی برای خوشقدم باجی فرستاد که هرگاه در عرض 24 ساعت دست از کثافتکاری‌های خود بر ندارد با لشکری جرار دمار از روزگارش برخواهد آورد. خوشقدم باجی به موجب آیه کریمه قاتلوهم یعذبهم الله اعلام جهاد داد. دو لشکر به هم آویختند و لوازم کشتن و خونریزی به جای آوردند. حاجی خانم دید که هوا پس است و عنقریب لشکر کفر بر اسلام غلبه خواهد کرد. اگرچه صبر آمد اما 7 قل هو الله خواند و به اطراف فوت کرد و سپس دستور داد جزوه های کتاب ویس و رامین و الفیه و شلفیه و کاماسوترا را بر سر نیزه کردند. قشون مهاراجه ترسید که کفر به کنبیزه بشود و خللی به ارکان هرزگی پرستی وارد بیاید، لذا دست از جنگ کشیدند. مهاراجه که حیله این ضعیفه فاجره مهاجره متجاسره را دریافت، روی به سپاه خود نمود و گفت هیچ نترسید، زیرا خداوند در کتاب آسمانی خود می‌فرماید الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. وانگهی من خودم عم جزو ناطقم، تا حضرت توب ارواحنا فدا به کمک ما نیامده بزنید و پدرشون رو در بیارید. قشون مهارجم به قلب سپاه دشمن زد و بالاخره خوشقدم باجی اسیر گردید. مهارج کاپوتوالا فوراً تاج کیانی را بر سر گذاشت و بر مسند ایالت تکیه زد و مراسم جشن با شکوهی فراهم ساخت. مخصوصاً تمر جدیدی به مناسبت تاجگذاری خود انتشار داد که اکنون به مثابه سیمرغ و کیمیاست و هدیه‌اش را به 100,000 درهم تخمین زدند. خوشقدم باجی در غایت ندامت زبان معذرت بگشاد. مهارجم از ترس عصیان مسلمانان رقم عفو بر جریده اعمالش کشید و او را زندانی کرد. اما همین که دید مسلمانان بی‌عرضه و قضا قدری و وافوری و پزوایی و تقیه‌چی هستند و خودشان جاسوسند و مذهب بی پیر چنان سوغانشون رو کشیده که دیگر سرجم آدم حساب نمی شوند،
برای سیاست خوشقدم باجی مراجعه به افکار عمومی کرد. هرزگی پرستان آغاز بدگویی کردند که او را چرا زنده کردی رها، چه نیکی طمع داری از اژدها. مهارجه هم دستور داد به خونخواهی مرحوم آذرچسنوف ابن بیور اولاغ ضعیفه را در میدان ارگ گردنه خیبر چارمیخ کشیدند تا به جوار مغفرت الهی واصل شد و بعد از شهادتش رسم بانگ نماز و قامت و اقامت نماز و روزه و زوزه و گریه و چسناله و مرده پرستی و تقیه و محلل نجات یافت. آلبغرق دخت سابق و خوشقدم باجی لاحق که سبیه صلبیه البغرق سوم بود و فروغ عفت و طهارت از وجناتش می درخشید. به اتفاق مورخان شیرزنی کامکار بلند مقدار بود، هرچند باطناً عورتی قطامه و نمامه و دمامه بود، ولکن به مزید شجاعت و درایت و شهامت و همت در لغت اخیر به علت غلط استعمال هیچ گونه تغییری رخ نداده و به همان شکل ما قبل تاریخی خود باقی مانده است. هرچند بعضی از علمای واژه شناس مدعی‌اند که لغت نامبرده در کتاب اوستا که تفسیر زند است و زند صحف حضرت ابراهیم می باشد به صورت هومت با های مضموم ثبت شده و برخی گویند که لغتی است مجوس و مربوط به عنعنات آن قوم می باشد. والله اعلم فی حقایق الامور. از تمام امثال و اقران ممتاز و مستثنا می فرمود. در ایام اعتبار نخست به حسب ظاهر در باب ترویج شریعت هرزگی پرستی سعی بلیغ نمود تا آخرالعمر به کمال دولت و اقبال و غایت عظمت و استقلال مغرور گشت و نخوت و جبروت و ابهت و باد و بروت او از حد و عد گذشت. علم مخالفت برافراخت و با کارگزاران شریعت سید ابرار صلی الله علیه و آله الاطهار ساخت و مدتی به آبادی و عمران ممالک محروسه خوشقدم آباد پرداخت. هرچند ابتدا تمام کاخ و بساتین آن دیار را با خاک یکسان نمود، ولکن بناهایی از جمله واجبی کشخانه و حسینیه و پاتوقاپوق و امامزاده و مسجد و تکیه و شیر کشخانه هایی به طرز جدید احداث کرد که موجب عبرت جهانیان می باشد. عاقبت در کارزاری که با مهارجه کاپوتوالا دست نشانده خود کرد یکسر به عالم آخرت شتافت، ولکن به عقیده جمعی از مورخان شهریاری بود به غایت سفاک و بیباک و حتاک و به قساوت قلب موصوف و به شدت شهوت کلب معروف. از اختراعات زمان وی علما معجونی ساختند از جفت و همکشک و پوست انار که پایین تنه مانند غار را چنان گردانیدی که به ضرب چکش در آن موی نخلیدی و ترکیبی از ماهی سقنگر و کانتاریدین و شقاقل ترتیب دادند که مردان سترون را چنان سخت کمر و ستبر ذکر کردی که چوب مازندرانی را به یک ضربت سوراخ نمودی. ولکن اختراع گاز خفه کننده در ازمنه بعد قدم به عرصه ظهور گذاشت، چنانچه به جایگاه خیش گفته آید ان شاء الله تعالی. اما از آنجا بشنوید که توپ هم در گردنه خیبر بیکار ننشست و بدون فوت وقت مشغول معجزه و بختگشایی شد. دست مردان سترون از کار افتاده و پیرزنهای بدیائسه و دختران حشری می آمدند و با آن راز و نیاز می کردند و از سر و کولش با ناز و کرشمه بالا می رفتند و یا از زیر لولش رد می شدند و زیارتنامه خانهای مخصوص برایشان زیارتنامه لندسپر و ابیات ویس و رامین و آیات الفی و شلفیه و کاماسوترا را از بر می خواندند.
توپ هم بیرو در وایسی کارشون رو صورت میداد و مفت و مجانی بدون میانجی کارگشایی میکرد، به طوری که سبب رقابت متولیان معابد هرزگی پرستی لینکلن شد و پیر مغان دیر تمام دستگاه تبلیغاتی خود را بر ضد توپ به کار انداخت و مشغول کارشکنی و جادو جنبل و خرابکاری و اخلال شد تا توپ رو از چشم مردم بیاندازد و در ژورنالات هوچی مقالات آتشین آنتی توپ به زبان فصیح سانسکریت منتشر کرد. ولکن اقدامات مشایر علیه به علت اینکه در زبان سانسکریت فحش به اندازه کافی یافت نمیشد عقیم ماند و نتیجه نبخشید. او هم از پای ننشست، فوراً تلگرافیتو از کشور دوست و همجوار خود ایران چند عدد صاحب منصب قزاق و درشکچی و سورچی و روزنامه‌چی و هوچی متخصص برای تعلیم فحش‌های آب نکشیده با فوق‌العاده بدی آب و هوا و خرج سفر و صعوبت مشیت و سود ویژه و کرایه درشکه و کسر صندوق و سایر مزایا استخدام کرد و حرفهای آنها را مانند سحر حلال هر روز در جراید به خورد اهالی محترم داد. اما باز هم به حکم بیچاره اگر مسجد آیینه بسازد یا سقف فرو ریزد و یا قبله کجاید کارش سکه نکرد و عبس عبس ارز خود می برد و زحمتی هم به مخالفین نمی داد.